مو پی قلیه تو خونه داشتم ده به جای روغن پی قلیه استفاده کنم. همرو کارم در اومده از صبح گاه تا حالا درگیر پاک کردن همه اغر بیدام. شما اغر خورین دوست دارین چه طریق درستی کنین برام کامنت کنین. پاک کردن اغر واقعا کار سختیه. نگاه چقدر گل داره. تو ایگرت پاک بکنید چشات دریایه. نگاه بکن. با چند تا آب شوریم ده شینیم پوست شگیریم. نصف بیشتر شنخو پوست بید. ده دونه دونه شینیم شونی تروسیم. یه قلیه کن که او شد ده اغرامون ریزیم. ایوایلین خوب سرخ بشه. نمک و فلفل سیاه هم زدم ده سلیقه‌ای بود. اگر ما دو مدل درستی کنیم یکی تخم مرغش کنیم داخلش. این مدلش که با تخم مرغ درست کردم آماده شده بید. یه مدل اندیه با رب نار درستی کنیم. نون داغ با همه چی میچسبه، مخصوصا نون پنیر سبزی. ای و ویلا 750 تومن کیلوی اگر خریدمه. حالا اومده یه نون و سبزی چسبه. من خودم با رب نارش بیشتر دوست دارم. تست کنم. همکارای دیگه هم اومدن امروز ظاهرا مانتوشون گل منگولی پوشیدن با هم ست کردن.